ماء زمزم للشرب فقط. زمزم सिर्फ पीने के लिए है. زمزم water to drink only. او بی زمزم فقط برای نوشیدن است. این برای آبوزی نمیکنی. ها؟ اینجا آدم ها آب پر میکنن و با قرشکوش میروند. اینه الله همه شما را نصیب کنه. خانه خودشه زیارت عبادت کنه به درگاهش قبول گردانه. آمین بگین. و پروردگار محبت این خانه را در دلای همه ما شما جا کنه. فقط زیارت نه بلکه محبت شه که آدم به محبت بیایه و ضرور نه به یک به خودنمایی مردم بگن که آمده است. محبت کنه یعنی در دلش محبت همین خانه خودش جا شوه خانه پروردگار که کوشش کنه بیایه با وجودش بیایه فقط با جسمش نه با همه وجودش با روحش با وجودش با جسم با همه با محبت بیایه خانه را زیارت کنه حج کنه عمره کنه همه طرفه بله دعا کنه در حق دوستاش. الله متعال این بقعه مبارکه این زمین مبارکه بسیار برکت داده گیه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات لعلهم روز تو روز نباشید احساس روز تو روز نباشید احساس